لو کان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر که ما تقوا پیشه کنیم و ایمان بیاریم، خداوند ابواب خودش رو از آسمان و زمین بر ما باز میکنه. تو فکر نکنی از کجا، وسط بدترین شرایط بهترین چیزو به شما میده. از خار خشک رطب میده به شما. وسط یه جامعه‌ای که شما هیچ احتمالش نمیدین که شادی باشه، شاد میکنه شما. مثلا دست او از ریگ نون درست میکنه. حالا بعضی میگن آقا چطور میکنه خداوند از خاک؟ مگه همین نونا از خاک درست میشه دیگه. بنابراین اگر ما ایمان بیاریم، همین یه دونه آیه قرآن رو ببینید، ولو کان اهل القرى آمن، اگر که این اهل قرای این عالم تقوا پیشه کنن، ایمان بیارن به خدا و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما از آسمان برشون برکت میفرستیم، از زمین برشون برکت میفرستیم.